برادران و خواهران عزیز، امروز بسیار شما سوال میکنید که ماهنامه با درود از سلام چی ماهنامه و چی فایده داره؟ فایدهش همین که یک ماده یک بار میروید و یک سالش آبونه شدن 750 سومه. در جای روسیه که شما نباشین، شما هم بر رقم های ما زنگ میزنید، مثال در تگ ویدیو میشود، یا هم برای نماینده های ما هستن در مسجد ها، شما آبونه میشین، هر ماه شما یک بار میرسونن. میخواین مثلا برای 10 آدم آبونه میشین، میخواین برای 100 آدم، فرق نداره. این خیر صدقه جاریه، فایدهش بیکناره. مثلا در روی همین ماهنامه، مثلا ماهنامه که نو برآمده است با درود، در روش نوشته زبان مادری گم مکن. مثلا مقاله هست که درباره این زبان مادری، مثلا در صحیفه یکمش ماهی سفر چی دعا باید بخونی، در سیمش درباره مهاجرت چی قانون باید بدانی، درباره صدقه جاریه چی معنی داره، درباره مثلا میوه های مفید برای کودکان، الو نیست سلام گو، زبان خود را گم مکن، و در صحیفه 8 درباره سوال و جواب.